سلام و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 2 اردیبهشت میریم برای برآورد طلای جهانی، اونس طلای جهانی، و ببینیم که تا کجا میتونه پیشرفت داشته باشه. بسیار شتاب زده تو این 2 3 روز رفته بالا و طلا در حال حاضر 6,600 طبق گفته های قبلی کانال و برآوردی که داشتیم قرار بود تا 6,500 6,300 بیاد که تا 6,400ش هم تو این چند روز اخیر دیدیم. و میریم سراغ چارت طلا سری در تایم فریم 1 ساعته. همون جور که گفته شد، شما ملاحظه کردین در ویدیوهای قبلی گفتم اگر طلا بتونه این ناحیه را بشکونه، این ناحیه زد رنگا، میتونه صعودی باشه. یعنی حدودا روی نقطه $3,085 بود و گفتم اگر نقطه $3,105 رو بشکونه که بسیار عالی در یک روز طوفانی شکست و دیگه به شکستی که ادامه داده بود صعودی شد و الان در حال حاضر بازار در این نقطه حرکت میکنه در $3,456 و بسیار طلا حالت صعودی گرفت به خودش و همه این صعودها باز برمیگرده به نزول یک نزولی که همیشه هم قرار نیست هر چیزی همینجوری سرشو بکشه بره بالا مستقیم بالا. یواش یواش یه جاهایی هم باید خالی کنه و یه خستگی در کنه. ببینید، طلا یک حالت صعودی قوی گرفت به خودش، یک صعودی قوی و اصلا ما دیگه بعد از این ناحیه که گفته شد، یعنی تا این فریم 4 ساعت هستیم، از این ناحیه که گفته شد دیگه ما اصلاح خیلی خطرناکی ازش ندیدیم تا دیگه نهایت این قسمت که 2 مرتبه برگشت رفت رو بالا. الان در حالت یک حاشیه امنیت قرار گرفته و کسایی که ترید میکنن بدونید، یعنی طلا در حال حاضر یک اصلاح خیلی قوی باید داشته باشه و میتونه گول بزنه. چطوری میتونه گول بزنه؟ یک روز مثبت بشه ولی بلافاصله 3 4 روز منفی بشه. حالا ما میخوایم ببینیم تا کجاها میتونه ریزش داشته باشه، دقیقا مثل نقاطی که دفعه قبل تعیین کرده بودیم ریزش داشتیم. طلا به 6400 رسید و الان به دلیل پایین بودن دلار، یعنی دلاری که رو 80,970 داره بازی میکنه روی 6,400 6,500 و 6,700 و بستگی به دلار هم خیلی داره. ولی باز ما اونس جهانی طلا رو برای کسایی که ترید میکنن، برای کسایی که پیگیر چارت طلا هستند و در تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته هر روز برآورد میکنیم و اگر روزهایی هم هست که برآورد نمیکنیم به دلیل اینکه طلا صحبت هایی که در مورد ویدیوهای قبلی داشتیم را داره انجام میده، در حال انجامه. و ببینید الان طلا امروز یک حالت نزولی ریز به خودش گرفته از ساعت 12:50 12:45 و ببینیم تا کجا میتونه ادامه دار باشه. دیدگاه بنده اینه که طلا میتونه تا نقطه 3,425 دلار قطعا ریزش داشته باشه یا تاچ کنه و ادامه دادن اون بستگی داره که این ناحیه $3 و $3,000 و 3,403 دلار رو بشکنه و در ناحیه‌ای قرار داره که ما فقط باید به نظر من ازش ریزش ببینیم و الان اه، بهترین نقطه و بهترین حالت برای ترید کردن در ساعتهای گذشته، ساعتهای اخیری که بنده توی چارت دیدم،
الان تایم فریم 3 ساعت هم میبینیم، 4 ساعت هم میبینیم. میریم رو تایم فریم 15 دقیقه برای کسایی که ترید میکنن. ببینید در حال حاضر طلا میتونه تا $3425 بیاد و بعد دوباره صعود خود را ادامه بده که حدوداً میشه دقیقاً همون موقعی که سشن آمریکا لندن با همدیگه تداخل داشته باشن، یعنی حدوداً همون ساعت 4:30 تا 6. بهترین گزینه برای کسایی که میخوان ترید کنن روش، به نظر من سلر باشین امروز را و جاهایی که میدونید تا جایی که میتونید بایر نباشید. و من این ویدیو رو نمیخوام زیادی طولانیش کنم، فقط امروز خبر خواستم بدم برای کسایی که ترید میکنن. امروز سه‌شنبه 2 اردیبهشت که به نظر بنده تا این حاشیه $3425 سلر باشید تا جایی که میتونید، امکانش هست. حالا بازم خودتون استادین، ولی بذارید این نقطه را ببینه و بعد تصمیم بگیریم برای دوباره بایر بودن. و باید اصلاح بده، یعنی اصلاحی که حالا منطقیه، این اصلاحی که خیلی منطقیه. و من حالا به شخصه تمرکزم فعلا روی $3425 تا ببینم این ناحیه را میخواد چیکار کنه باش. ببینید من اینا حالا میکشم، سبز رنگشم میکنم. بعد اگر ویدیوی بعدی رو خواستم بگیرم در روزهای آینده، حتما این ناحیه ماندگاره و حتما با همدیگه پیگیری میکنیم، میبینیمش. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.